الان برای چی اومدید زندان؟ ولی خب شریکم پولم برداشت، برای همین نتونستم قسطی وام پرداخت بکنم. مامان دایی اومده. چرا لاغر شدی ده؟ والا من هر دفعه هم دهنم فکر نمی‌کردم اینقدر بی‌طاقتت بشم. خیلی دلم برات تنگ شده. بفرم. باشه احیانا کسی نمیاد اینجا یه کیف گم کرده باشه. نه چطور؟ ما یه مقدار طلا پیدا کردیم. شما آقایی نیستی که تو تلویزیون اخبار استانشون تو میداد؟ بله. محل این بم صدا کرده. فقط 10 نفر به من زنگ زدن پیغام فرستادن به رحیم بگو افتخار مایی. مدرکی که ای بابا همه عمرش یه روده راست شکمش نبوده. حالا ایشون شده قهرمان. من که 20 صدایی هم خوبی کردم شدم طلبکار و بی‌شرف ظالم. بابایی من دروغ نمیگم. من نمیدونم این مرتی که کیه که تو به خاطر این آبرو خودت و خانوادت داری میباری. این مرد همه زندگی منه. بابا من یه کار نکرده باشی آبرو خود تو خانواده رو ببری دیگه نتونم توی شهر سر بلند کنم. چه کار کردی؟ چه کار کردی؟ چیکار کردم؟